حالا زر او شیرین کنه در دانشگاه. نه اونه در روش هم بزن. مادر کم روش. آبا چایی مادر آدم ایران میمونه آدم چی کنه گوبر بان توکل به خدا خیر شیر بان بعدش خب شیر که میمانم فکر نکنم کجا بشیم شیر بعدش بان چیز کو خلاص شدیم بخزوش جسته کنم نه خیره برو جوشم میکنم آره باش کی این فرشی که است اما مزاکا گفتیرم چی نکنی وقتی بطرش میره دوری رفت نکنم تکایش میره میگیره چی میکنی میگیره سر فرش کنم چی میکنم این فرشم کنه است فرشم کنه است فرش خوب یک چند جای سوختم ایرم اینو خوش معلوم میشه نه بدن چرا میمیری زیاد خوب است فرشوشتن سخت است من دلم از پرترک شب بخرم بختاری هر دقیقه شیر خشک چیزا جور میکنم دید میشه هیچ چیز که خریدی شما این تو زکی دیگه پیسا رو سر کنم چیزی ما بالا میرم کل خانه داریم یا پاپرک منگان یا که بگی دیگه رای دکانه کرد دی کنم من خدا سلام باش که موبایل اکم در چارج پردم تا برقای تبار نیست من میرم شاید زیاد تالم بخورم حالا گفت هوا پیشین برو که دکترها به نه او دکتر که وقت آمده ساعت 1 بجه کنیم بجه میرم ما مسخصه گلونم گفتادم به خدا میرم در کار نرفتی؟ گفته بودی شنبه میرم آن خواب بگه سرمت دلش تنگ شده بیشی مزاق کردم گفتی جنگ نکنم ای چیتی؟ امروز نرفتی؟ میگه نرفتی کجا؟ گفتم که شنبه میرم شنبه شنبه است گفتم که بارون بجا شنبه است امروز نه؟ تا که بارون ها چوب نشه نمیرم خلاق شده پس زمستانی شد پس کلاه سر زمستانی شد بالا که زر پوشی خود ترمیش مال خراب است شرر ممین شب خانه اصلا شما نگاه کنید باز اصلا ما چیستم نگاه کنیم ما کموش کشمیر کماش فشار نه که نه منی مادر که کماش قسمی میکنه بازینی قسمت های اشتو که اولاد اگر زود میایی خب برو اون مالم نیست مقصد من گفتم ما پیشین میرم اگر پیشه دکتر میرم ما خودی که بیخی برای دخترها نظر کرد مادر چاق شید مادر چاق شید گردش به خدا نکن دایلک سعی میگم شما که به خدا دمید کلش کامت که تو چاق شده من این مرا که فرصت چاق شده را هستی بودم چه خوب چاق شده مردم خوب چیزها رو نظر نمیکن چی کس نظر من خراب هستم کجای تو دادم نظر کن چاقی من نظر کرد کجای چاق است که نه بودم چاق بودم روی چاق یعنی یک هفته بیشتر شام موندیم فام زیاد شده چطور شده یا مزاق تو حالا خود تا قیامت اینه تیر شده که اینو مانچم نه باباگه چی میمنگه یعنی بازم مثلا نست آدم جور باشه خوب است های بابا ننگه کم که باشی باباگه کم آدم تو باباگه چیزی مریض باشی کار کردی داری کی؟ دور ما خب کار کردم میتونیم ما چون نمیدونم ما خب خودم کسیم باباگه کسیم مرمزنم 25 باید میری چرا؟ چی گپ هستم؟ میگه با میل حال نگاه گفتم اگه زود میای بچه نگاه میکنم دیر نکن که با خدا ما مریض هستم مگه بخیر داره باز سعی کنه که بست و مادر چیزی میره لبای خودم میچینه یکی آن میشونی و زود کنم میاین خب مادرش که نباشه دیگه ایره اگلی گودم میبرین خیلی منم ببرین به جای لابتین خیلی خودم با پیدا کنم نه با اون نمیگیم که مثلا تو ویدیونری شبخانه زیاد که هستمی بگی وضعیت شبخانه خوب نیست والا یک چیز ما بگویم که اون رو یک ویدیو رو که نشر کرده بودیم دین شو دیگه دو کامنت آمده بود که زحل جان امی تفلک شبخانه نبرین که اونجا هوایش آلوده هستن خدای نخسته چیز میشه از علاقه خودتون میبریم من خودم میبریم نمیشه از ما اون باری خبر نمیباشه من مریض هستم میختم که هیچ کسی است یارو کجاست میگه برو سهاله دیگه او چوب نمیشه یعنی بخیز اصلا او چوب نمیشه یک دفعی بخیز سیکنه که نیستیم لبای خستو بکی روی بده کمپل دو داده بودم
به این روش درد دادم هر چی سکه چند نقیر یک دفعه در گیران شد روی که چرا نیست تا که دیدم سلام کشیده بغلی کردی سایلن دارم باید توی رکی رو میبینم نه یارم که ببینه بازش کلش خاطری میکنم وقت خوشحال میشه یعنی ما بخدم شاید من زیاد تال بخورم شاید در نتیجه میره امروز نتنم نام خدا بود قبل شیرین شده هم یه اثر کرد کمی کتمه با زیاد آموخته شده تو هم که میبینه تو خنده گکا میکنه های تو بیشی پیش اصلا ما ظالمین نه ما تو دادن چی هستیم چی خو خیلی چی؟ خون میگیریم امکان دارم از زوف کنم یک رقم خون نمیره چند رقم خون گفت ازت میگیریم یعنی خونه میگیره که ما شاید این سر زوفیت هم بیایی امیالو که بیش زوف کرده نیستم یک مرد در قطع آدم کنشتم راست میگه وضعیتم خراب است زیاد ضعیف شده بخدا از بدنش که من مثلا این روز یک کانول از سه کیلو سه جاپاش مانده یکی دو سه چهار جو ازت بالاخره رگ ما پیدا هیچ رگ ما پیدا بخدا خب بره برو نسورا با محمد سر تو چرا بسته؟ سر تو چرا بسته که؟ مادر چی رو کردی تو؟ این چیسته؟ چی نه؟ پیش بیام سر باشه درد میکنم چی شده او بچه میشه براتون میگم میشه او بچه این مویای تو چی رقم شده چه به سر چی کردی؟ تو که جنگران نیستی بچه برات قسم میکنم مادر میشه درد او بچه بخی با خدا ور خطا ساختیم آره چی رو شده سر تو؟ این مویای تو چی کردی؟ چرا چی کردم هیچ معلوم نمیشه در این بسته کردیم بنداش چی شده سر تو را چی گپ شده؟ بیشنه او بچه بخی با خدا ور خطا ساختیم آره سعی که مادر کوچه روان بودم خواه یک 3 نفر استادم کرد گفت بکش موبایل تا بکش ساعت تا بکش یک پا ما را میفهمی که سرم بره نمیتونم موبایل چی های ما چرا با یک موبایل دارم برم با او بودم خلاص گرفتن که کنو برشه اول خود برشه را گشید مرا بترسانه که میزنم تا دید که نمیتونم شک کردم که کنو برشه در پارکم زد چند چی میگی تو؟ باز اونجا چند تا دیوانم برابرش بردن شفاخانه سرم بسته کردن قسمتاش بچه نیست کدکونش یا کتستانه؟ کتکونش کت سرش میداد مزنده میموند او بچه به خدا بخی ور خطا سرم درک زبان تو بالا کمی سرته این سرم یک قسم اوگار شده که میدهش لکبتش درد میکنه این مکمل کل سرم گرفت وقت بابا چند دفعه میگم موبایل نبر ساعت نه موبایل رو کات زم روی تومات بگو بگی تلاشی خلاص حالا میره تا موبایل چه قصه بودی بخدا خدا این اقصد هم یک گردن یک جای بخدا مادر اینا تو میفهمی زان مادر کل زندگیم یک موبایل هم هست بخیر موبایل دارم موبایل هم نباشه ما چی کنم نه خب ما میفهمیدم که نخواد چی کنم که ولی باورم نیامد که مرا بگیرن که کنو برشده سرم بزنم جور میشه مادر خوب که جدی نیست یک ذره پوندیده قدرت میکنم مکمل سرم بخی ور خطا ساخته ای چی حال روز است در کجا بود؟ هیچ من آرام نمیمونین هیچ وقت شما آرام نمیمونین مقصد ما ریاخته میتونی تو بری اون بچه را باید پیدا کنیم با کجا پیدا میکنی نمیشه پیدا یک دفعه دیگه زبر موتو دست خالی که این بیخی پیداشم کنی چی میکنی؟ نه باید از جزای شبت میره وقت خاله ما خودمون داریم برسه تو بک کوکی چی داریم ما نه فقط از فقط آدم باید تو بدم چی هستی میفهم کلام یک دفعه مرا میرم تو دوز استاد کرد به خدا کت کنو بچه یاد تا نسنه که در اینجا سرم کامپیوتر تا که گرفت موبایل ما گرفت از جمشید هم از مرا حالا به خدا چی رقم اینا روز به اون وقت نه اون وقت موبایل تا دادی برش بردنش خپسان افسوزی کردی کاش که نمیدادم ما اونمو تجربه تو دیادم بود ما وقتم نمیتم که شیشه نمیتم جیبای ما کم گرفتم و بعدم بزرگ کشف کردن کشف نکنه چی باز موبایل چی نمیفهمیدم چیز نمیتونستن مادر میفهمیدم دیگه باز گرفتن که تو بچه در سرم زدن سرم آگار کردن حالا از موبایل کنه او بچه تو زیاد هستی یا موبایل تو چرا کلان که به بچه خدای بخدا من هیچ باورم نمیمد اینه میاد یک مثلا یک دوست بیا موبایل باشه هرچی باشه پیسه باشه من میتونم اما نمیمونم خود من غرست بگیرم من نتونستم واقعا میگم مثلا من بگیم موبایل اینم چی کار داری اینم قد این ساعته که با مادرم توفه داده موبایلمو برام بسیار مهم است دوی سر گفتم به هیچ وجه نمیکنم مادر پشت از دیگه کنه خیر سال یک ذره درد چی هست یک دو روز بعد عادی میشه جور میشه خب یک ذره یک سرم درد میکنه خلاص یک دانه گلی پاراستامول برام والا سوراب به خدا بگی ما دلم بسیار درد باید دستی بچه را پیدا کنیم حقش را بدیم درش
بالا برابر شد خب گپ نیست میتیم اخشان در غیر از دیگه حالا فرفتن دوست دکس اخشا داده نمیتونه زبای بستم یه نفر میکشه گردنش میگیره این فکر کنم واسه تا رفتیم بیخیم چاقوم درجستم بری و جوالش شما نمیتونی میکاره کدا با خدا گم دلم شما مرسلا لغت کنم باز برم سر آدم چاقو بکشم کی میشکنم دوا ندادید خیر مادر دوا دادم دزالیس موندم من پاراستامول ندادم من ندارم خیر مادر تشویش نکن باند گلیده یه فشارش بلند حالا سعید دکتر چی کرد یا نه اگه نکرد که بریم پیش دکتر باز نه رفت بردیم من دیوالم خیر ببینم اونجا برابر شده ایش گفت اکثر زیاد ضربه خورده پوندیده این سه قسمتش زیاد پوندیده باز اون موجه چی کرد درد میکنه زبایر درد میکنه درد او با خدا موجه را باز گرفت یک مروز دست دیگه با خدا بنداشون دیگه بسته سنگ در کرد پای لنگ راست حالا چی کنیم با خدا بیکی دل جگر ما را خون ساختی سورا کنیم علاج تو کنیم کدوم دکتر رفتی کجا رفتی استقلال باز استقلال نگفت ساعت چی گپ شده گفتم برشون ماجرا را قصه کردم گفت بینی گریخت یه دوزا جایی نرفتی نه دیگه خب اون نفرا رو از کجا پیدا کنم فعلا نرفتیم خیلی چهرهشون خواستم برای- زیاد دل ما چی شده که میریم دوزه یک شکایت باید میکنیم بگی قسمی که نمیشه میریم یک شکایت میکنیم چهرهش نه اصلا آشون استیرش فکر کردم فرای بود که من نبض زندگیم دیده بودم نه یا نه گفتم چهرهش دایا پس کمتون سرم صحبت خود زبایری چی خب برابر میشه بازم یک آنجایی ندید نشونیدی که میگه تو برابر شد گرفته اگه نمی نیست، اگه نمی موبایل کشیده اگه نمی نه، جزا نه، بشه. سرم چرخ میکنه تو بخیر جبن پاش تو با خدای بعد سرش کپر بعد خواب کنه دیگه خیلی نه با خدا نه بخیر تو ببرش ده باید دکتر تو کپر پس دوستش سر کن نه بانش با چی کنه اونا میگیره با خدا بیخی جگر ما را خون ساختی سورا دوای تا کجا بودی که دوای تا باشه دوا را خوردم نان نخوردیم میلرزیم کاش که من رایت می بودم با قرآن خیلی چه خیلی خیلی رفتی دیگه مشکل سرام نرجیه خدای ناکده بگم نه با خدا گمه ماندم انرژی به نه نه انرژی خوردم ما در سیاسی کل چیز سر خوردم کل چیز خوردم یه ذره سرم درد میکنه خیر است تو خودم مندازم یک ذره خیلی میوه بالش بریم تو وجود میوه سر پرتم با خدا اگه ما یک گپ بگویم تا اگه موبایل ما بیخی میدادم مامانی ساعت ما میدادم اینا رو پیشمانی از دور میکشیدم که کاش که نمیدادم کاش نمیدونم دادی چی بلا اگر موبایل دفعه اول موبایل تو تسلیم میکرد سر نمیزنن مطمئن شک کردی که میزنن اما وقت زبر یک ما دفعه میگرفتم شک کردن موبایل هم موبایل میدادم یک نمیدادن موبایل با داشتم جمشید اون خوب رو است میدادم. جمشید چیار از خیلی نگاه با جمشید دیده اشاره کرد تو بتی هر چیز که میگن که اگه نمیزن نمیزه باید نداده وقت قد بچه سعی کجا جانانال سر جور میشه بالای بیخی با قرآن ما چطور کنم ناله با خدا دلم از زبر تو میشی بیچاره تو چرا نه ما باید است که ما باید است که یک کار کنم با خدا زبر این نمیشه میسر ما یک ذره یک مخدا بدناسم به حال بیایم میریم پاوزه خیره تموم چی میکنیم بچه را باید است پیدا کنیم رقم پیدا میشه چی کنه، رقم نمی‌تونی. آجا؟ نمیشه که میخوای پیدا کنی چی میکنی اون وارد حقشان نه باید از جزایش بخود ببینن اینا رو ما این کار حوزه را میگیم که حوزه همیشه بخوره ما شما چی میتونیم والای خوبی هی پدر توی چوب هستی با قرآن بیخی جامو کنم. بیخی میران مونیم که مالی کجا برم چی کنم در کجا اگر از ما میشنوین این جای ندین خب خیر است اگه از بود آمد مادر تو جگر کنی نه خب امی سایکو گفته سوراب جان یک دفعه به خدای نمیتون موبایل ما و جمشید گرفت در موترسکل 6 تن رفتن در وقت جمهوریت دیگه هرچی کوشش کردم پیدا نکردمشان نمیشن پیدا زبر رویش امکان نداره فکر کنم منطقی از واین در کارتینا و ارزان قیمت میباشه به خاطر زیک فهمیده نشه جایشان این جمعه اندوزی خدا نمیکنن پس میدن که هیچ کس بوی هم نبره هرچی بپاله ایجارش پیدا نمیشه میدن پس بخیر مادر خیر تشویش نکن دیگه مادر، بخیر، بلا خیر بود است، گفته سر یگان درد میکنه. بلا بود برکتش نبود خوب شد که خودت چیزی نشد چرا سوراب این مادرتان زوف کرده بخیر نه نه بخیر نه مادر جان بخیر بخیر مادر دیگه خیره زوف کرده یه حالا مادر چیز رو کن. بخیر هم سرم سر درد بیخی هستم بیهوش شده فشار از این فشار از این بلند بالا رفت مادر. حالا از او شیرین کنه در نه دانشگاه او نه در روش هم بزن نه، مادر. کم ورش آبا چایی مادر مزاق کردم چی؟ مزاق کردم مادر مزاق میگه مزاق کنه چند دفعه است به خدا مزاق میکنم این مادر مزاق مسکینم کرده. میره آه مادر مزاق چی میگه فشار از این مذاق بلند کردم. مزاق کردم مزاق کردم مزاق مادر کردم مادر چی مزاق کردی راستی میگی مزاق کردم. مادرم در چی وضعیت است این بچه سرم آواز میکنم مزاق کردم نه و مزاق کرده خدا چرا مزاق کردی رشخندی کدام میکنی کار دیگه کرده نه اگر راست شو بگین وقت مزیک مادرم جگر کن شدهش باورم نمیومد به خدا پشیمان هستم اونجا کمره ست کرده بودم سر چی؟
چی میگی تو؟ او بچه با قرآن تو با خدا کامرا سراغ سر کلام کنسرت بچه خدا کردم. دل کلم رو انداختی کو که کامرا فشار زیر سر بلنگ اون ای با رست کردم برو که در چاج مندی نه او کامل شام هسته. باش من خوشخبری هم داره بشینه که بیخم چیتان تغییر کنه. مادر با خدا به حد جگرخونی کرده رئیس نه که جگرخونی کرده دلم رو بگیر. تو سراغ بسیار او بچه ایچی یا ما خیر است مرا ببخشید. ولی مویای تو کچیشت کنش هم زیر پلاستر است خیلی نه خونه میشه گپ زمینجا صبر که کسونیا. چی رقم خو خدا را شکر که مردم نشده توی تا خفقای دی بزن خیر از خکزدی بزن با خدا مایش باورم نمیاد تا این حد مادرم جگرخون شه با خدای نه. ولی با خدا کل مربطش اوه چی کرده ای؟ مویای آفیت چیا کرده با خدا بزن مادر سر ما جور تیار است کو هیچ گپ نیست نه نزار خیر از بیا پیش ما با خدایش باورم نمیاد با خدای اینا چی میکنی مادر مویای زیر چی شد با قرآن او بیرم بله مویایش دیدی مادر مویای زیر سعی که تو با خدا تو مویای چه کم کردی؟ یه خواسترت کارا کردی؟ خیلی باش خیلی کم آدم کم باید میشه بیان کات کنیم دیگه. باز بشینیم صحیح گپ بزنیم صحیح ما چون با کامل خدای باش خط گل نداره این مویای زیر سعی که با قرآن این قدر مویای زی بود حالا فکر نکنی که مرا کس صد کرده می مرا کل کرده با خدا این ما فکر کردم که کال کرده سر تای بیخی باشه تقصیری خودی متا نه یه خیر چرا برای چی؟ برای چی خواسترت خیر خواهد؟ برو بگم خیر از دیگه نه به دیگه میزنی دیگه با خدای مویای خدا سعی که چقدر کم کرده نه، خیلی یک بسیار. چیز بگویم سورا معلوم. با خدا اقا خوبش معلوم میشی که ایش پرسان راستی؟ نکا بیکی هم تو مقبول خیلی من بیشتر وقت بیگپ شدم کلتان جگرخون هستیم که ما بگپ عزیزای دل. با مایک خدا در نداره مصبر آن توی سعی که موبایل ماندن سعی که کار سعی که مویای تر سعی که از همه کرده با خدا بیکی مایت باورم نمیشه که مویای تا کم کرده با باشه وقت گفتنی زیاد دارم ولی فعلا گپ از زنم نمیبره یک چند ثانیه خیلی وقت کنیم خیلی بود دوستان عزیز با ما باشید که دیگه چی بگویم انشاءالله ببینیم چه ویدیو را حقیقت میکنیم اون اونجا مونده جای مونده که بازی نفهمه که سایت پیشویش باز چیزا مونده شامپو ایگا شامپو ایگا پارا مونده که معلوم تو باش نشد. ما سعی کنم میرم ریکارد شده خدا کنه نشد چیزی بیشترش روشنی خواهد ریکارد شده حتما با خدا اینه یا استاپش کسو باشه استاپش کنم استاپش کن فعلا استاپش کن اجزای دل به ادامه برنامه خوش آمده سلام به کلتان خدا کنه جور صحتمند باشین در هر گوشه دنیا کستین خوش آرام باشین یک سلام به پرجان مادرجان به سوراب جان دیگه سوراب جان یک چند رقم آزار داد دیگه گفتنی ها را از زبان خودشان بشنه اینا رو مگان کرسی با شما داشته باشن مادرجان بفرمایید مادرجان خوب رفت دستوری خود را یخ ششت خوب از سر حال شدی؟ سراب جان جزایش مانده هم جریمه است هم جزایش مانده سلام دوستان عزیز در کجایی که هستی جور صحتمند باشی و خوشحال باشی همه جمعتان جمع باشه خداوند تعالی جان جور بدیتان الهی آمین من که میفهم خب ما یک سلام تقدیم میکنم بر تمام بینندای ما بر تمام هموطنان ما و تمام هم خوار برادرایی که در هر جایی که ما را میبینن خدا کنه که جور صحتمند باشن و از تمام کسان روزگار تر امان باشن خدا خوش وقت داشته باشیشون بسیار زیاد تشکر پدرجان ما هم سلامای ما تقدیم میکنم و وطندارای گلم خدا کنه هر گوشه دنیا هستن دارای صحت کامل باشن و لبکاشون پر از لبخند باشه و انشان در کنار فامیلشان جمعشان جمع باشه سلام تقدیم میکنم پدرجان به خودت مادرجان به خودت و همچنان به زوال جان زیب جان یوسف جان خدا کنه شما دارای صحت کامل باشین و انشالله خوش باشین و بسیار زیاد مرا ببخشین خصوصا مادرجان مرا بسیار زیاد ببخشین انشالله ما گفتنی دارم باشه زیب یوسف جان ما گال پرسی کنم سلام دوستان عزیز امید که جو سلامت سوال باشه به حرکت بلاگار دیدن مختمات بینده باشه این لایک سابسکرایب این چنل اوان یا کنه بسیار زیاد تشکر زیب جان یوسف جان چی میکنم اچون تو یک خطا را کرده کل چیزای خدا یک سلام علیکی کن سلام دوستان تو سلامت سوال باشه کامنت یارم کنه دیگه این کاکای من دروغ گفت ور خطا شدی؟ ایران مانده بود دیگه چی گپ شد دیگه این سابلاتون کنه کامنت یارم کنه تو داکار فالو کنه و تیک تاک موج به یک تیک داکار تاک موج بینده باشین
یک روز. بسیار زیاد تشکر یوسف جان و دوستای عزیز. زبیر جان بخش خود پشت کامرا هستیم دیگه. دوستای عزیز ما واقعا چون در نظر و کامنتایی را که ما اکثرا میخواندم و باز بعد از او که دوستا ما را در کلاب استاد کلاب ما ترینر ما گفت این مویات که سوزیات از گفت از سوزیات انرژی روزانه گفت مصرف میشه در خود موی گفت از این خاطر اگه میخوای که مثلا جانت زودتر جور شوه گفت مویت کم کو. استاد همین نظریه را داد و کامنتار ما اکثرا ما میدیدم و در پولیس و دوستا بخسر خودم یک قسم چون موی زیاد باشه آدم گرنگ میشه یک قسم نه اون مهم نظر به او هم دوستات تو سرم یک قسم بگویم بد خورد دیگه. یک دفعه تصمیم گرفتم رفتم سلمانی دوستم مویای ما کم کردم دیگه. باز در فکرم گشت گفتم یک کالو موی خود کم کردیم یک برنامه رو گفتم دوستا ست کنم یک کمره مخفی را. ولی متاسفانه دوستام و سوژهش واقعا خراب انتخاب کردم چون به خاطر از اینکه مادر جان فوق العاده جگرخون شد و بیخی فشارش بالا رفت دیگه. مادر جان بسیار زیاد خودت ببخشی جنگیستم خلاص. خیر از جنگی باش ولی در دلت از ما چی نکو. به خدا ما هیچ باورم نمیومد. گفتم شاید که قضیات ما خدا افگارم چی نکرده بودم که چاقو خوردگی باشه خدا اینا کده یا چیزی. یک هم دوستا کم زرگک در مسرم چی میگن چینچر میگن چی میگن از مو یک ذره زدم. گفتم راستی معلوم شوه به حساب. هم نظریت نظریه هیچ کس خودم بودم. بنداج گرفتی و بنداج گرفتم سر بسته کردم در پیش روی آینم سر بسته کردم سرش چینچر زدم میگپا دیگه. بازم بسیار زیاد ببخشید مادر جان خودت یا باش که شما چی گفتنی دارین راجع ببخشید باید تبریک باشه. سمویا یکای کوتاه بسیار زیاد تشکر مادر جان. خوبش خو میگه بسیار معقول میگه. بسیار خوبش میگه. والا به خدا میگه ایران که ماندیم اول غیر سر کردم ایران چقدر بخی تغییرات اومده. کی هست دیگه دیگه میچ سوراب نیست خیلی معقول معلومه. با خدا از اونجا یک سلمانی مادر جان کم کردم ایستم اومدم طرف خانه می چند تا دوست رفیقا و اینا ما که درا دیدم دوستام اکثریتشون رای مثبت داد یگان تاشون رای منفی هم داد. گفت که موی کم کردی به زیادترشون ولی گفت که والا خوب کردی موی کم کردی. گفت رقم خوب معلوم میشه. رضوان جان چه پس خودت راجع به این نظریه و چی گفتنی داری؟ ببخشید هم دیگه زیاد خواهش میکنم سراب جان دیگه. سراب جان شام اومد مرا گفت برنامه نمیگیرین صبح برنامه نیست. من گفتم والا ما مکمل سویم میکنم برنامه نمیتونم گرفتم مصروف هستیم. این که خودت خواستی که یعنی از خود یک کاری خواستی که یک برنامه بگی در فکر برنامه هستی تشکر ازی یعنی خواهش میکنم زال. خب فرق میکنه که سر وقت آدم سوژه رو انتخاب میکنه فکر آدم کار نمیکنه. آخر رایش انتخاب نمیفهمی. شاید میگی با این چیز بعضی وقتا هیچ انسان به اشتباه نیست. آدم مقدر چی نمیشه. اکثر بازن دندک گپ کوچک آدم بسیار رنگ میبره. مثلا یک ویدیو رو مشاو نگاه کردم بسیار فکر که دو تا برادر بود بسیار رانه رفاقت دوستیشون دیگه گپ بسیار کوچک جنگ کردن یعنی بخیمی برادری خدا فرض کنید او قدر یعنی فکر که هیچ من داخل فیلم مثلا گفتم میرسه که هیچ مرا خواب نمیبرد دوستا به خواب ازشون که خودت خواستی برنامه جور کنی تشکر از خودت خیر ببینید. خواهش میکنم خواهش میکنم. دیگه ما هم دوستای میریم شفاخانه و معاینات میکنم مسئولیت ما زیاد است نمیتونم. اما دو برنامه میریم که ما گرفتیم خاص به گرفتم که شما برام دعا کنی ما دعای شما دوستا باشه در پشت ما که من دوباره صحتمند شم چون که دخترک من میشد ما ویدیو گرفتم وقتی که دیدم که دعا یکی دعا یک مسلمان 100% خداوند قبول میکنه. از او خاطر بازم تشکر از خود سراب جان ببخشید که یکم گفتم. خواهش میکنم شما ببخشید واقعا ببخشید که شما رو جگرخون ساختم. و از جان واقعا شفای عاجل به خودتان میخوایم. هرچند ما دوستا داخل یک خانه هستیم و یک گپا شفا باشه و رفتن آمدن یک گپا است ولی روی تصویرم شفا باشه دیگه ان شاء الله بخیر خوب شی و دوستا یادتان نره که زوال جان هیچ وقت از دعایتان فراموش نکنین برای دعا کنین که ان شاء الله خوب شوه. دیگه پدر جان خودتان بسیار زیاد ببخشید. خودت خام تو چوب شیشته بودی ایران مونده بودی چی ما بیخی جگرخون شدم به این خاطر ما تو مرا میفهمی کنم یک اون گپا که میشه بسیار دادن ما تاثیر میکنه. کاش که ما میفتیم تو عالمی کس که کار رخت تو که دگیر ما به کمتر بگرم اسم سوزن چی میگی؟ اون تو بشه پلیشه کالا دیگه خب بیا خیر باشه پدر جان دیگه خودتان ببخشی و مادر جان خودتان ببخشی دیگه بسیار زیاد. مثلا جریمه هستی چی جریمه میکنی؟ اینه میشه در روی تصویر بود که دوستان بفهمن یک هفته کار خانه رو کار اتاق خود خوب مکمل خودم میکنم ولی کار خانه هم خیر است بسرم. نه کار خانه دیگه خوش نداره. دیگه چیز خیر. نه جریمه فقط اینو باشه. نه دیگه جریمه نه هم هر وقت که خواستی پیسه دار شدی یک کباب بهت مورد مثال از این کبابی گپ نیست کباب. دوستای سعی تو خلاص یک کباب برام. من گپشون قبول دارم. پیسه گوشت دیگه باز میته بخوام میکنم براتون جور میکنم
وانا کلتون دیگه می کباب نوشی جون. والا پدر جانم دوستا خوب گپ زد. واقعا ما اومدم میتم دمیروی تصویر به خودت. این بخیر که این پیسه پیشم شد حتما اولین کارو که میکنم میگم خودت هم میکنم و اگر شد دوستا او رو یک برنامه باز میگیریم. مگر فعلا نه هر وقت بخیر یک چیزی شد پیشم یک پیسه یک چیزی شد باز نو. دگان کاروبار کشیدی. معلوم نیست دیگه خدا میره. هر وقت شد یا نه. خب دیگه بخیر خوبی یکم پیسه که پیدا کردی یک استیسو باز پیسه شمربت ما گوشت میخرم خواب یک کباب ان شاء الله حتما چرا نه وانا کلتون دیگه کل ما میمان خود هستیم زنی لالای تو چیکار کنی؟ ساق جالب زبرجار میاد تو پاش که ما میالو بخیزم بروز. با خدا ما عزیزای دل باش که اول پرسی کنم. دیگه سلام برسه بر شما. خدا کنه که جور صحتمند سر حال باشین. و ما در این کارا بسیار دلم درد میکنه به خدا اینا. یک قصه را براتون کنم عزیزا که یک روز یک وقت جمشید خودت بود نه که طرف ایران میرفتین در قاچاق. با جمشید گفت درا مرا قاچاق بر کت کدام چیز زده بوده که ما چه رقم کرده بوده نه. از مرا بایک ما تو گرفته بود. بایک مسافر. میگه یک رادیوگاکش در پشت موتر بوده که یک دفعه خو موتر تکان میخوره. میگه خوردم دم رادیوی موترش یا امو یک ذره خراب شد. میگه قاچاق بر مرا زدن کرد چوری را خراب کردی تو. اما دوره قبل که دوستا جمشید تنها وقت رفته بود اونو دوره زبرجان قصه کرد. بر ما باز جمشید گفته که گپا ما به خدا اون پرسانش کو باز ما گفتم مرا قصه کرد. گفتم تو قاچاق بر ما بگو ما پیدا کنم به قرآن نگفتم بالا میشه. این دلم درد کرده بود سر شالا اینم یادم دلم درد کرد میگم بچه که تو رو زدم برو بر ما پیدا کنم. خیر ببینید زبرجان که در فکر ماست زنده باشی. دیگه بسیار جالب بود واقعیت سهراب جان که این کار کردی کمره مخفی را گرفتی. خب امش بر صورت خوینمی مادر جانم یک ذره جگر خون شد دمی دلم یکم درد کرد. زیاد درد کرد بسیار زیاد. دیگه بسیار من و دوستای بسیار خوشحال هستم به این خاطر که مویای خود سهراب جان کم کرده واقعیت مقبول میگیشه و شما هم در کامنت نظر بدین نظر با مویای زی بگین که چطور است که آیا مویای زی خوبش شده یا قبلا خوبش بود. ما مطمئن هستم که میگیم که حالا خوبش شده. واقعیت نمی سبک شدی. من مویای بسیار میشه. واقعا زواجان سبک گفتی یک رقم سبک شدیم دوستا احساس میکنم سابقی قسمت های یک گپ دیگه بسیار جالب است دوستا. ما این قسمت های ما گوشه میامیش خنک نمیخورد از زمستان. یا فکر میکردم فکر آدم نمیشه که تاثیر موی است موی زیاد است. حالا موی ما کم کردیم بیرون میبریم قسمت های شمال میزنه تو مزه میته. هیچ فرصت نکن. نه بسیار خوب کار کردی سهراب جان. دیگه زیاد خوشحال هستم از این کارت و مطمئن هستم که عزیزای دلم بیننده هستن و اونا خوشحال است و بسیارش کامنت هم کرده بود که سهراب جان برش بگید که موی خود کوتاه کنه کم کنه. اینا دوستا آخر بالاخره به آرزویتان رسیدید. و دوستا نظریات نیک شما هم بود و نظریه ترینر کلاب هم بود و بالاخره دوستا چی که دل خود انسان بخواد چون انسان آزاد تولد میشه آزاد تصمیم میگیره اونمو کارا میکنه دیگه. ما چون دوستا خودم دل خودم شد واقعا زیاد دلم شد چون نظریه شما هم در پلوش بود. گفتم بیا کمی خیلی کم کنم که چه رقم میشه نتیجه چی میشه. و این دوستا قبول کنین که ما وقتی که سر چوکی سرمونی که شیشتم ما میشه پیش یک سلمان میرم سنم سعی کرد گفت چه رقم گفتم سابق ولی گفت جور کنم مویتا ما گفتم نیم دفعه تصمیم دیگه دارم میری بیخی کم کو سعی کرد سنم بیخ تعجب کرد گفت عینم خود سلمان گفت والا خوب کار میکنی گفت کمش کن. نگفت که مطمئن هستی نیستی. امیرم میخوام قصه کنم یک دفعه دوستم مال دلم چی گشت گفتم نامش نقیب است گفتم ماما نقیب یک ذره زودتر کارش رو که ما پشیمون نشم. یک دفعه گرفت دوستا پشتر مویم یک قسمت یک ذره زیادتر شه گرفت قیچی کرد گفت فینال اگه پشیمون نشه دیگه راه چاره نداره مجبور است دیگه کم کنید تو. باز اون دوستا گرفت موی جور کرد دیگه واقعا خب عزیزای دل دیگه خیمم رسیدیم به آخر برنامه. دیگه ناگزیر با شما خداحافظی کنیم. خدا کنه که از این برنامه لذت برده باشین و تا آخر بیننده باشین این ویدیو را. دیگه چیز گفتنی نباشه کنیم. خیلی خداحافظی رو خودت بگو. مادر جان بسیار زیاد ببخشی بازم بسیار زیاد ببخشی و دوستا رسیدیم به آخر برنامه. آخر برنامه دوستا برنامه را لایک کرده منتظر نظریات شما در بخش کامنت هستیم و اگر از برنامه خوشتون اومد میذارین دوستای برنامه را با دوستایتون هم شیر کنین و همچنان کسایی که تازه بیننده هستن چینل را سابسکرایب کرده علامه زنگوله را فشار بدین. تا دیدار بعد همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. الله نگهدارتان دوستان. خداحافظ عزیزان.